سلام، به کلینیک تخصصی دکتر کاویان خوش آمدید. در این بخش قصد داریم راجع به خدمات ایمپلنت کلینیک براتون توضیح بیشتری بدیم. این دندونه تا باید بکشی و ایمپلنت بذاری، چاره دیگری هم نداری. بهترین درمان برای شما ایمپلنت. یک لحظه به من اجازه بده. و اما ایمپلنت های دندانی، ایمپلنت های دندانی ساختارهای پیچ مانندی هستند که در واقع از جنس مواد خاص و زیست سازگار، یعنی با بدن آدم سازگاره. میان داخل استخوان فکار میذارن و روی اون روکش رو سوار میکنن به قول خودمون تا فرد سهولت جویدن، صحبت کردن و همینطور تأمین زیبایی براش حاصل بشه. ایمپلنت ها در واقع به توسط شرکت‌های مختلف و در کشورهای مختلف تولید میشه. حتی کشور خودمون ایران هم ایمپلنت داره تولید میکنه. اینکه آیا ایمپلنت با ایمپلنت فرق داره، من همیشه در توضیحاتم میگم آیا ماشین با ماشین فرق داره؟ به نظر شما فرق، توهین حالا نمیخوام بکنم، ولی فرقی بین یک ماشین ایرانی مثل تیبا با مرسدس بنز وجود داره؟ اصلا به نظر شما تفاوتی هست؟ قطعا هست. این که یکی میاد میگه ایمپلنت سوئیسی و دیگری میگه ایمپلنت کره‌ای، یکی دیگه میگه ایمپلنت ایرانی، واقعا تفاوت ها وجود داره. ولی مهمتر از این تفاوت ها تبحر کسیه که در واقع ایمپلنت را کار میذاره و تبحر کسی که پروتز را تحویل بیمار میده. بنابراین سه شاخه در کنار همدیگه اهمیت داره. یک، نوع ایمپلنت و اعتبار شرکت سازنده که بتونه قطعات را به خوبی تامین بکنه و در واقع هویت خوبی داشته باشه. دوم، جراحی که میاد در اون پیچ را در داخل فک میذاره و سوم، پروتزیستی که در واقع روکش را تحویل بیمار میده. هر کدوم از اینها میتونه نقش بسیار کلیدی در دوام و بقای درمان ایمپلنت داشته باشه. این روزها خیلی میبینیم که تبلیغات به سمت و سوی ایمپلنت سوئیسی رفته یا ایمپلنت اشترومن. بله، ایمپلنت اشترومن بنزه، ولی آیا فقط بنز ماشین خوبیه؟ نه، جگوار هم داریم، پورش هم داریم و در جای خودش جنسیس هم ماشین بسیار خوبیه. بنابراین ایمپلنت های خوب از برند های متفاوت از گوشه و کنار دنیا وجود داره که میتونه کارایی و دقت لازم رو برای درمان های شما عزیزان داشته باشه. بنابراین هر وقت که خواستید یک درمان ایمپلنت را به درستی انجام بدید، فقط دنبال مارک نباشید، دنبال برند خاص نباشید. درسته برند مهمه، ولی دنبال یک اپراتور یا یک جراح و پروتزیست خوب هم باشید. اگر من بتونم کمکتون بکنم، خیلی خوشحال میشم که با هم در تماس باشید. شاد و پاینده باشید.